بسم الله الرحمن الرحیم. روش‌های دوستی با امام زمان ارواحنا فدا. دوستی با امام زمان وظیفه ماست. یعنی خداوند در قرآن توصیه کرده در آیه 23 شورا وقتی که به پیامبر میگه مردم بگو که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، یعنی باید خیشانم رو دوست داشته باشی که منظور ائمه اطهار هستند. ما وظیفه داریم امام زمان رو دوست داشته باشیم و باهاش دوست بشیم. امام صادق میفرماد که آیا دین چیزی جز دوستیه؟ و خود امام زمان ارواحنا فدا میفرماد که هر یک از شما باید به آنچه که او را به مقام محبت و دوستی ما نزدیک میکنه عمل کنه. ما باید یاد بگیریم چجوری میتونیم دوست امام زمان بشیم و روش‌های دوستی با حضرت چیست. 20 مورد رو خلاصه‌وار و تیتوار عرض میکنم. بحث اول، باید عملت حد اکثر تشابه سنخیت رو با عمل امام زمان داشته باشه. خلاصش میشه انجام واجبات، ترک محرمات، یعنی دوری از گناه کن. این بهترین چیزیست که تو رو دوست امام زمان میکنه. چیزی که مانع هست بین ما و حضرت گناهان ماست. به هر میزان که گناهکار باشیم از دوستی با حضرت فاصله میگیریم. ما باید یه اخلاق مهدوی داشته باشیم که در رأس این اخلاق ترک معصیته و انجام واجباته. تو معاصی 2 معصیت هستن که خیلی ما رو به حضرت فاصله میاندازه. یکی بحث حق الناس و دیگری بحث گناه‌های مرتبط با زبانه که تو بحث وظایف 80 گانه که واسه هر شیعه تو کتاب مکیال جلد 2 گفته شده، روی این موارد ما وظیفه داریم. بحث حفظ زبان که اینقدر زبان در آخر زمان نگه داشتنش مهمه و از زبان مهمتر بحث حق الناس. اگر حق الناس به گردن داری باید بدانی که با امام زمان فاصله داری. خیلی نمیتونی رفیق حضرت باشی وقتی که به مردم حق الناسی بدهکاری. حالا یا میتونه مادی باشه یا غیر مادی.